گفت من را کز مقام زن بگو. گفت من را کز مقام زن بگو، از تمام وجود من بگو. گفتمش این بس که نام تو زن است، باغ فردوس زیر پاهایت کم است. عشق عالم در تمام جان توست، مهر گردون در دل دستان توست. این تویی که از عشق لبریز است دلت، روشن از مهر از چراغ منزلت. عشق آن گل چهره شاداب توست، عشق آن احساس پاک و ناب توست. آخر احساس توست مادر شدن، از برای عشق خاکستر شدن. تب شدن بیدار ماندن تا سحر، آخر سختی کشیدن از برای یک ثمر. عمر سوزاندن بدون چشم داشت، حق مادر را چه کس خواهد گذاشت. گر که مرد رکن و اساس محفل است، پشت هر مرد موفق یک زن است. گر نبودی جنس مرد کامل نبود، این جهان و زندگی کامل نبود. از برای توست این گلهای باغ، دوریت صد درد آرد با فراق. در کنار تو دل من عاشق است، در دل دریای تو چون قایق است. ختم مطلب که اگر جنست نبود، گوهر اندر دل خلقت نبود. به نام الله مهربان که انسان را اشرف مخلوقات قرار داده و تقوا را مایه راحتی و عزت انسان و یگانه وسیله نزدیکی به خود دانسته است. سلام شنوندگان ارجمند برنامه عروج. آرزو دارم شنبه خوش را آغاز کرده باشین و هر روزتان را با هدفمندی و تلاش و پشتکار سپری کنین و امروز بهتر از دیروز و فردا را بهتر از امروز بگذرانید. سپاس فراوان خدا را که باز هم فرصت عطا کرد تا من عروج حکیمی میزبان شما خوبان باشم. بله از جانب فرهیختی برنامه، قسمی که شما هم در جریان هستین. این برنامه شامل موضوعات گوناگون بوده، از قصه زندگی زنان افغان تا مصاحبه با دکتران و مطالب پیرامون حسن و سلیقه و نیز آشپزی آسان تقدیمتان می شود. اما برنامه امروز را مزین ساختیم با مصاحبه یکی از دختران فعال افغان، مصاحبه و گزارش در مورد وضعیت کتاب و فرهنگ کتابخوانی در کشور و نیز اگر از حساسیت در فصل بهار رنج میبرین، بس شنیدن مطلب در رابطه با خوراک‌های مفید برای کاهش حساسیت را نیز فراموش نکنید و تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. بله شنوندگان عزیز، حضرت علی کرم الله وجهه فرمودند که دنیا را برای 3 چیز طلب کنین: برای بی‌نیازی، عزت نفس و راحتی و آسایش. و تصریح کرد هر کس قانی باشه بی‌نیاز میشه، هر کس زهد بیشه کنه عزتمند است و هر کس کمتر طمع بورزه راحتی و آسایش داره. پس برای بی‌نیاز شدن هر انسان نیاز به کار و شغل حلال داره. بله شنوندگان عزیز، از آنجایی که کار حلال در دین مقدس اسلام عبادت پنداشته شده و بر عزت نفس و آسایش می‌افزاید، با توجه به عصر فناوری و افزایش فشارهای روزمره زندگی، نقش حضور زنان در بخش‌های مختلف جامعه و خانواده به ویژه مقوله سلامت جامعه ضروری به نظر میرسه. در گذشته نیز زنان فقط وظیفه حفظ و نگهداری از فرزندان را به عهده نداشتند، بلکه کار میکردند و در جامعه نقش بارزی داشتند. امروزه نیز با توسعه تکنولوژی و افزایش فشارهای روزمره زندگی، حضور زنان در همه ابعاد جامعه در جهت زندگی بهتر و رشد سلامت جامعه ضروری به نظر میرسه. در جامعه ما نیز زنان و دختران افغان هستند که دوش مردان در بخش‌های مختلف کار می‌کنند و از آبله کف دست خود مصارف زندگیشان را تامین می‌کنند. بله عزیزان شنونده، در این لحظات برنامه توجه شما را جلب می‌کنیم به مصاحبه انجینیر سعیده عظیمی، یک تن از دختران افغان که در بخش کاریابی یکی از شرکت‌ها مصروف کار است. جزئیات بیشتر را بیاین تا از زبان خودش بشنویم.
سعید عظیمی هستم، مسئول بخش کاریابی دفتر بامسا و همچنان فارغ التحصیل رشته تکنولوژی کیمیایی پانتون پلی‌تکنیک کابل. دفتر بامسا یک دفتر خدماتی است. در کابل فعلا در دو بخش اقساط کاریابی دو بخش است که کار میکنیم. 12 سال از شروع کار دفتر ما میشه. بخش اقساط دفتر ما اجناس به صورت قسطی برای هموطنان عزیز ما، خصوصا برای مامورین دولت و معلمین مکاتب که سویه اقتصادیشان بسیار پایین است، برای از اونها خدمت کرده بتونیم زمینه را مساعد ساختیم. میتونن جنس به دست بیارن، منتها پولش به صورت قسطی پرداخت بکنن. و همچنان بخش کاریابی ما قسم است که افرادی که بیکار هستن بر اونا یک زمینه کار مساعد شوه، یک مرجع مشخص باشن تا بتونن همونطور دل جمع اوجا برند و دفتر مراجعه بکنن و راجستر شون و از او طریق بتونن به کار مورد نظر خود دست بیافن. مسئول دفتر ما گفتن که یک رمضان بود، خانه یکی از دوستای خود رفتن، معلم بود در یکی از مکتب‌های دولتی. سطح اقتصادیشان بسیار، یعنی سطح زندگیشان پایان بود. زمانی که خانهشان میرن و یک به صورت تحفه یک قالین برشان میبرن، منتها اونا قبول نمیکنن، تا اینکه باز مسئول دفتر ما دوباره پافشاری میکنن که ما میخوایم ایره برتون تحفه بدیم. باز میگن درست از قالین قبول میکنم، در صورت که پولش بر شما تو ماهوار قسط بدم. و همین انگیزه باعث میشه که دفتر ایجاد شوه با این یک شرایط که فعلا پیش میریم. شکر بسیار خوب است. زمانی که شما را خانم‌ها به دفتر میبینند، در بخش کاریابیش البته کار میکنین، چگونه عکس العمل انجام میدن؟ سوال بسیار خوب کردین. اتفاقا من هم جایی که میرفتم به خاطر کار یا سی وی داده بودم یا ای که بنابر هر دلیلی که میرفتم، امی که میدیدم مسابقه اوناست است، حواسم کم جمع میشد. میتونم به صورت راحت برشان مشکلات خود بگویم، میتونم آزادانه امرشان گپ بزنم بدونی که بشرمم، بدونی که زیر تاثیر برم، بدونی که کدام گپ را پنهان در دلم بانم. میتونستم آزادانه برشان بگویم مشکلاتی که داشتم. اما خوشبختانه از وقتی که اینجا آمدیم و خانمایی که مراجعه میکنن بسیار آزادانه امرم صحبت میکنن و همچنان رضایتشون زیاد است. از طبقه اوناس هم، از طبقه ذکورم بخصوص از طبقه اوناس بسیار راحت میباشن امرم. زمانی که شما خواستین با کار آغاز بکنین، از طرف فامیل حمایت میشدین؟ شاید بس فامیل من بشنوه، از خاطر بهتر است رک و راست بگویم. در ابتدا وقت بخوای هر جای یا کار بکنی یا یک نهاد ایجاد بکنی، مشکلات زیاد می باشه. در قدم اول به خصوص کسایی که حمایت میکنن بسیار کم است نسبت به کسایی که انتقاد میکنن و راهزنی میکنن. درست است، مادر جانم زیاد حمایت میکرد، همشیره‌های حمایت میکردن، پدر جانم حمایت میکرد، منتها میگفتن یک وظیفه بسیار ساده باشه. صبح خودت که میری حتما چاشت باید بیایی یا تا دیگر یعنی طول نکشه، یک روز مکمل بیرون باشی. اما با وجود از وام تانستم تا یک اندازه اونا را قناعت بدم، برادرای من، پدرجان من، که ای که ما درس خواندیم 5 سال یا 5.5 سال یا 4.5 سال، صرف هدف من می بوده که بتونم باز کار بکنم در آینده. در غیر از او میتونستم هیچ قدر 5 سال زحماتش تحمل نکنم اگر هدف می بود که من کار نکنم. منتها گفتم چون انجینیر هستم و رشته من ایجاب میکنه که باید در محیط کار بکنم و خوشبختانه بسیار خوش هستم از اینکه در یک فامیل روشنفکر به دنیا آمدیم. یعنی میتونن دلایلی که ما برشون ارائه میکنم بتونن مورد قبولشون قرار بگیره. کوشش و تلاش ما هم بوده و از تشویق اونا هم بوده. شما بازار کار را برای زنان افغان چگونه ارزیابی میکنین؟ مطمئنا چون خودم یک خانم هستم و میتونم بهتر درک کنم دیگه خانم‌ها و دختر خانم‌ها را. بازار کار در افغانستان خصوصا در جامعه ما در کابل بسیار کم است و اگر بر طبقه اوناس کارم باشه، منتها کارهای بسیار تا به نظر من پیش پا افتاده است. بستای کاری که ماش بالاتر داره، تایم کاریش هم خوبتر است، اونا بر طبقه ذکور می باشه در کار و طبقه اوناس کمتر جایی است که مورد قناعتشان قرار بگیره و بتونن راحت پیش برن و راحت بتونن کار بکنن. متاسفانه اونطور یک بستا کمتر داده میشه. اگر فیصدی بگیریم از 100% شاید در حدود 80% 85% از طبقه اوناس رضایت نداشته باشن. متاسفانه زنانی که اشتغال دارن فعلا در جامعه در یک بخش خواستن که کار کنن و پا استاد شون، وضعیت اون از دید شما چگونه است؟ تا جایی که من معلومات دارم، تا جایی که من آگاهی دارم، خوب است.
پیش میرن منتها که باید رضایت داشته باشن رضایت ندارن، یا ای که آزار و اذیت‌های خیابانی زیاد می باشه، یا ای که در جایی که کار میکنن محیطش از معاشی که دارن راضی نیستن، یا از تایم کاری زیاد یا کمی که دارن راضی نیستن. بسیار کم افراد هستن که راضی هستن. پیام به تمام دختر خانم‌ها و خانم‌های عزیز می است که همیشه باید هدف را که تعیین میکنین باید او را دنبال بکنین، ولو که هدف بسیار کلان باشه یا بسیار کوچک باشه. صرف خودتان باید هدف خود دنبال بکنین. هیچ به دنبال از این نگردین که کی درباره این هدفم چی میگه، کی درباره من قضاوت خوب میکنه، کی درباره من قضاوت بد میکنه. صرف اهداف باید تعقیب شوه. اگر یک راه امتحان میکنیم تا به هدف برسیم نمیرسیم، نباید ناامید شویم. راه دیگه امتحان بکنیم، راه دیگه امتحان بکنیم تا اینکه بتونیم به هدفی که خود ما در نظر گرفتیم و تعیین کردیم برسیم. و ان شاء الله مطمئن هستم همه خانم‌ها یک روز نه یک روز تمام اهدافشون ان شاء الله به حقیقت میپیونده، به هدف خود میرسن. قسمی که خودم رسیدم. از زمانی که کار میکنم مشکلات سر راه ما بوده، منتها اونا را همیشه نادیده گرفتیم و خواستیم پیش بریم، چون قول معروف از شکسپیر است که نمیتونیم هر کس ما از خود راضی نگه داریم. امی که خود آدم بتونه در کار خود موفق باشه، خود آدم یک هدف را تعیین کنه و بخواد به او هدف برسه از طریق راه‌های مختلف، امی به نظر من بزرگترین چیز است. و مطمئن هستم ان شاء الله که یک روز خوشبختی در انتظار همه ماست، یک روز خوشبختی در همه را میکوبه و پیدا میکنه ان شاء الله. باز هم خوش آمدین شنوندگان عزیز و تشکر از اینکه تا ایدم با ما هستین. بله شنوندگان محترم برنامه، کتاب از ارزش والای برخوردار است و یگانه دوست آدمی است که بهترین ها را برش هدیه میکنه. بنان برای یک ملت خساره بسیار بزرگ است که افرادش با کتاب سر و کار نداشته باشه. متاسفانه فرهنگ مطالعه در میان تعداد زیادی از مردم ما امروزه رنگ باخته، اما نقش نظام آموزشی در گسترش و نهادینه ساختن فرهنگ مطالعه و کتابخوانی کلیدی و سرنوشت ساز است. سیستم آموزشی نقش مهمی را در شکل گیری شخصیت افراد دارد، بخصوص در مقاطع کودکستان و دوره متوسطه. در این دوره حتی ممکن است که به کلی یک فرد تغییر کنه و اصلاح شود. متاسفانه در کشور ما برای ایجاد شوق نسبت به کتاب و مطالعه در مکاتب کار چندان نشده. همین بی‌توجهی باعث نزول سطح مطالعه در بین جوانان و نوجوانان میشه، در حالی که اساس شوق به مطالعه و کتابخوانی در کودکستان، مکتب و دوره تحصیلی گذاشته میشه. بیشتر افراد در کشور ما دقایق محدودی را به مطالعه اختصاص میدن، در حالی که در برخی از کشورها حد متوسط 4 ساعت مطالعه در روز وجود دارد. کمبود کتابخانه عامل دیگر است که باعث شده تا جوانان از فرهنگ مطالعه و کتابخوانی فاصله بگیرند. در هر جامعه اگر ما حداقل استاندارد در نظر بگیریم، باید برای هر 5000 نفر یک کتابخانه وجود داشته باشه. اما ما فقط یک کتابخانه عامه را داریم و چند کتاب فروشی های دیگری که اینا هم از یک فضای آنچنانیه که باید برخوردار باشن نیستن. در هر قسمت شهر باید کتابخانه های استاندارد وجود داشته باشه با یک فضای آرام و خیلی دلنشین، تا مردم متوجه شوند، علاقه بگیرن و بیان به کتابخانه ها سر بزنن و مطالعه بکنن. به هر حال شنوندگان عزیز، امران نیاز گزارش را در این مورد تهیه دیده که شما را نیز به شنیدنش دعوت میکنیم و برنامه همچنان ادامه داره. دقیق 1.5 ساعت را در کتابخانه عامه بودم تا خود ببینم سطح مراجعین این بزرگترین مرکز فرهنگی در کدام سطح است. در این مدت تنها 5 تن به هدف تحقیق برای مونوگراف هایشان به اینجا آمدند. فریدون حبیبی یکی از آنهاست. او میگوید در کنار عوامل دیگر به خصوص سطح بالای دسترسی به اینترنت و وسایل تامین ارتباطات، کمبود آثار جدید شمار زیاد را
از کتابخوانی دل سرد ساخته است. معمولا هم کتابایی که وجود نداره ولی چیزی که هست کوشش میکنن پیدا میکنن و موضوعاتی که زیادتر به این در پانزه های مثل حقوق و اقتصاد و موضوعات چی میباشه اکثرا پیدا میشه، ولی در بخشای مثلا چیزای تکنولوژی که میباشه چون منابعشون اکثرا انگلیسی میباشه و یگان کتابا اگه دریان باشه ترجمه ایران است که خیلی کم پیدا میشه و زلاز یک ذره مشکل داره، یعنی کم دریافت میشه. فضای کتابخانه و مطالعه تاثیر بسزایی در جلب خوانندگان دارد. با توجه به این اصل شمار هم از دیکور این کتابخانه ناراضند. سمیرا احمدی یکی از محصلین پوهنځی اسلام شناسی که به این کتابخانه آمده از طرح کتابخانه عامه انتقاد کرده میگوید به سهولت نمیتوان اثر مورد ضرورت را دریافت کرد. این اصلا خوشایند نیست برای یک جوانی که مثلا بیایه، چون جوان روز هست، عصری هست، میخواد که مثلا با مدرنیت کار بکنه. اگر در سر جلدای کتاب ها دوباره کار شود، پیرایش شود، قفسه های زیباتر، مکان پر آب رنگ و طراحی زیباتر از این زیبا باشه، به نظر من میان کتاب میخوانن و کتاب بهترین دوست است که انسان میتونه داشته باشه. حمیدالله شهرانی رئیس کتابخانه عامه ضمن تایید این مشکل تصریح میکند که نبود مکان مناسب برای گذاشتن کتاب در این کتابخانه از مشکلات اساسی آنهاست. شهرانی میگوید کتابخانه عامه حالا حیثیت گدام آثار را دریافت کرده است. یا در اواخر متاسفانه هیچ کاری برای غنامندی کتابخانه عامه و برای پیشرفت و ترقی کتابخانه عامه صورت نگرفته. با تاسف اگر ما کتابی را خواسته باشیم بیرون از کتابخانه به کتابخانه عامه بیاریم، جایی نداریم برای گذاشتن کتاب در اختیار مراجعین. در کنار دلایلی که ذکر شد، سیر سعودی دسترسی آسان به اینترنت و وسایل مورد نیاز دیگر برای مطالعه کتاب از جمله عامل دیگر است که جوانان به استفاده سافت‌ویر کتاب رو آوردن و یا هم از آن دور ماندند، در حالی که مطالعه و کتاب یگانه دوست صمیمی در خلوت انسان هاست. بله دوستان عزیز، شنیدیم که نبود کتابخانه های استاندارد در کشور باعث بی‌توجهی مردم بخصوص نسل جوان در خصوص مطالعه شده. بنان برای گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، وزارتخانه های اطلاعات و فرهنگ، تحصیلات عالی و معارف، انکشاف شهری و ارشاد و حج اوقاف نقش کارساز را دارند و دخیل هستند و باید دولت توجه جدی را در این زمینه نیز به خرج بده. مسئولین میتونن که امکانات را بر ایجاد کتابخانه های عمومی و پوهنتون‌ها و هدایت نسل امروز و آینده به سمت مطالعه کتاب بسیج کنند. گذشته از مشکلاتی که در بالا ذکر شد، البته خوشخبری هم در این خصوص داریم که خوشبختانه کمپلکس تحصیلی مورا یگانه نهادی است که برای دختران و زنان کتابخانه مجهز با سایر امکانات لازم را در شهر کابل ایجاد کرده و روزانه صدها تن از دختران و زنان با خاطر آرام به کتابخانه مراجعه میکنن و از کتاب‌های موجود در این کتابخانه مستفید میشن. معلومات مزید در این مصاحبه دنبال کنین و با رادیو شیبه باشین. همچنان برنامه هنوز باقی است. نرگس نیازی هستم. کتابخانه مورا ظرفیت 85,000 جلد کتاب را داره که تمام بخش‌های تعلیمی و تحصیلی را تحت پوشش قرار میده. در کنار 85,000 جلد کتاب 110 پایه کامپیوتر انشالله که فراهم میشه در این کتابخانه که به آنلاین لایبرری و دیجیتال لایبرری انشاءالله وصل میشه. تمام بخش هایی که لازم است و تمام کتاب های طبی، ادبی، تاریخی، فلسفی، لسان بخش ها را یک کتابخانه دارا می باشه. انگیزه ای که پشت ایجاد یا تأسیس کتابخانه هست، کتابخانه‌ای که مجهز باشه، تمام کتابا را داشته باشه و صرف بر خانم‌ها باشه، محیط امن و آرامی که خانم‌ها بتونن با خیال آرام، همچنین خانواده‌ها بتونن با خیال آرام دخترایشان روان کنن تا اونجا مطالعه بکنن، در سطح افغانستان وجود نداشت. پس ما تصمیم گرفتیم که همون تو یک کتابخانه کلان مجهز و با بهترین کتاب‌های معتبر در سطح افغانستان ایجاد بکنیم.
که خوشبختانه این کتابخانه در سال 1394 ایجاد شد و فعلا هم از او استفاده میکنن. متاسفانه مطالعاتی که نشان داده است که در افغانستان مردم روزانه کمتر از 1 دقیقه وقتشان صرف مطالعه میکنن و این بسیار بسیار ناامید کننده است، به خاطر که مطالعه کردن سطح دانش و آگاهی مردم را بالا میبره و شاید یکی از دلایلی که باعث بی‌امنیتی و بی‌ثباتی در افغانستان شده سطح پایین آگاهی و سواد مردم است که ما میتونیم این را با مطالعه افزایش بدیم. چند نفر فعلا مصروف کار هستند در داخل خود کتابخانه؟ چون شما گفتین کتابخانه بر خانم‌ها ایجاد شده، حتما کسایی هم که کار میکنن طبقه و ناس هستند. قطعاً کم تا است. فعلا 4 نفر در کتابخانه ما مصروف هستند که 2 نفر در قسمت رجیستریشن هستند و 2 نفر در قسمت کتاب دادن هستند، در واقع کتابدار هستند که کار میکنن و هر 4 نفر خانم هستند. استقبال مردم چگونه بوده از کتابخانه؟ واقعیتی است که مردم وقتی که کتابخانه را میبینن بسیار یک حالت هیجانی پیدا میکنن، بسیار خوش میشن که تو یک کار فرهنگی بر خانم انجام شده و هم در افغانستانی که شرایط امنیتیش شما میفهمین که چه قسم است و سرمایه‌گذاری در بخش آموزش خصوصا بر زنها بسیار کم است. بسیار استقبال میکنن و بسیار خوش میشن وقتی که میبینن. روزانه به چه تعداد نفر دیدن میکنن از کتابخانه؟ 700 شاگرد از کتابخانه ما دیدن میکنن. البته چون وقت زیاد نمیشه که ما کتابخانه رو تأسیس کردیم، مردم ما زیاد آگاهی ندارن و مرور زمان علاقه‌مندا زیاد شده میرن. کتابخانه هم قوانین خاص خود را داره. کسی که علاقه‌مند است از کتابای ما استفاده بکنه باید عضویت کتابخانه رو داشته باشه، کارت عضویت داشته باشه. بعداً میتونه تحت شرایط خاصی کتاب را بر 1 هفته یا 10 روز یا هر مدتی که نظر به کتاب البته متفاوت است، ممکنه که یک تکست بوک باشه که بسیار محصلین از او استفاده میکنن زیاد و ما نمیتونیم بر 10 روز بر یک علاقمند دیگه او را به امانت بدیم. کتابا متفاوت است، مدت امانت دادنشون متفاوت است، اما باز هم تحت شرایط خاص خود به امانت داده میشن. بیشتر ما علاقمند هستیم که کسایی که میان در داخل خود کتابخانه مطالعه بکنن. من از تمام مردم عزیز ما تقاضا میکنم که خواهرها، خانم‌ها و دخترای عزیزشان اجازه بدن تا از این کتابخانه مجهزی که در یک محیط بسیار آرام و صرف بر خانم‌ها هست بیاین و از کتابای ما استفاده بکنن و سطح آگاهی و دانششان بالا ببرن. کتابخانه ما را همیشه در خدمت مردم است. کتابخانه بزرگ و کتابخانه دمسط کابل است. محیطشان بسیار خوب است. زنها میتونن که و بسیار دل جمع و فکر آرام میتونن که اونجا برن استفاده کنن. کتابخانه مورا بسیار یک کتابخانه مجهز است. خانم‌ها و دخترها از کتاباش مستفید شوند، مطالعه کنن. بسیار کتابای مفید است، برای طبقه نسوان بسیار مفید تمام میشه. از اینکه چنین کتابخانه خاص برای زنان ایجاد شده، خانمان نیز ابراز خرسندی میکنند و معتقد هستند که میتونن از این به بعد در یک محیط آرام کتاب مطالعه کنند. تشکر از اینکه تاییدم با رادیو شیبه و برنامه عروج هستین. بله شنونده، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند که مؤمن قوی نزد خداوند تعالی محبوب تر از مؤمن ضعیف است. همچنان مقوله معروفی را شنیدین که جانجوری پادشاهی است. بله البته که چنین است، اما بعضا انسان دچار بیماری میشه و از این نعمت بزرگ یعنی صحت بی بهره میمونه. بهار و تابستان برای بعضها فصل زکام و سوزش چشم و خلاصه حساسیت هاست. برای تسکین این مشکل احتمالاً دوا مصرف میکنن، اما با این حال بهتر است بدانین که مواد غذایی متعدد میتونه برای تسکین علائم مشکلاتتان مفید باشه. اما شاید برای شما سوال خلق شده باشه که مواد غذایی چگونه با آلرژی یا حساسیت مقابله میکنه. زمانی که مواد غذایی آلرژیزا مانند گرد گلها و یا هم بوی نم خاک و غیره با بینی فرد که مستعد آلرژی یا حساسیت است تماس پیدا میکنه، بدن وی در معرض حساسیت قرار میگیره. سلولهای ایمنی یک ترکیب کیمیایی به نام هیستامین آزاد میکنن که باعث بروز بیشترین علائم حساسیتی میشه. البته این علائم حساسیتی نیز با هدف ممانعت از ورود مواد آلرژیزا ایجاد میشه، یعنی که بدن با بروز جریانهای التهابی از نفوذ همان مواد آلرژیزا یا حساسیت برانگیز پیشگیری میکنه. در نتیجه فرد مستعد آلرژی با تغییرات مانند خارش چشم و حتی در بعض حالات تورم و پوندیدگی چشمان مواجه میشه. علاوه بر این هیستامین باعث ترشح مایعات در مجرای بینی میشه و درست به همین دلیل آب بینی و خارش گلو شروع و عدسه ها هم زده میشه.
در بیشتر موارد مواد غذایی باعث تسکین این حساسیت ها میشه، به طوری که با التهاب ها مقابله میکنه و یا ای که باعث تسکین سیستم ایمنی بدن میشه. بله شنوندگان عزیز، نتایج تحقیقاتی که در آلمان روی نزدیک به 1700 بزرگسال غیر مبتلا و مبتلا به تب برخاسته از حساسیت انجام شده نشان میده که تاثیر این بیماری در افرادی که مواد غذایی سرشار از ویتامین ای مصرف میکنند به میزان 30% کمتر از افرادی است که از این مواد غذایی مصرف نمیکنند. بس لطفاً فایزه یوسفزئی را همراهی کنید تا با چند ماده غذایی ضد آلرژی و حساسیت آشنایتان کند. در ادامه برنامه با ما باشید. مواد غذایی ضد آلرژی یا حساسیت. ماهی‌های چرب. ماهی‌های چرب جزء اولین مواد غذایی مقابله کننده با آلرژی هستند. به خاطر اینکه حاوی میزان قابل ملاحظه اسیدهای چرب امگا 3 هستند که التهاب‌های عامل آلرژی را کاهش می‌دهند. نتایج تحقیقات متعدد نشان می‌دهند کودکانی که از همان سنین پایین ماهی می‌خورند کمتر از کودکان دیگر در بزرگسالی به آلرژی دچار می‌شوند. مصرف ماهی به حفظ تعادل امگا 3 بدن کمک می‌کند و همین تعادل تاثیر مثبتی روی عملکرد سیستم ایمنی بدن دارد که در نتیجه به تسکین علائم آلرژی منجر می‌شود. ناگفته نباید گذاشت که امگا 3 یکی از اسیدهای چرب ضروری برای بدن است. نتایج تحقیقات محققان استرالیایی که روی 500 کودک 8 ساله انجام شده است نشان می‌دهد کودکانی که در هفته حداقل یک مرتبه ماهی می‌خورند 80% کمتر در معرض آلرژی به گردگل‌ها قرار می‌گیرند. توصیه می‌شود هفته 1 یا 2 مرتبه ماهی تازه و یا تن آن را میل کنید. سیر. این ماده غذایی سرشار از آنتی اکسیدان هاست و به نظر می رسد که برای حفاظت از سیستم ایمنی بدن در برابر تب برخاسته از حساسیت بسیار مؤثر عمل می کند. محققان معتقدند که میزان بالای آنتی اکسیدان های مصرفی باعث کاهش علائم حساسیتی می شود. توصیه می شود به غذاهای تان سیر تازه بزنید. می توانید یک حبه سیر را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید و در طول روز مانند دوام میل کنید. در این صورت سیر در معده تجزیه شده و آنتی اکسیدان های آن به خوبی آزاد می شوند. پیاز سرشار از آنتی اکسیدان کریستین است که به تسکین التهاب و پیشگیری از ترشح هیستامین کمک می کند. این آنتی اکسیدان می تواند باعث تأخیر در خستگی بدن شود. هیستامین ماده است که باعث تقویت مورگ ها شده و به آنها اجازه می دهد برای دفاع در برابر مهاجمان خارجی عملکرد مناسب نشان دهد. کارسیتین باعث افزایش جذب ویتامین سی در بدن می شود. باید بدانید که ویتامین سی نیز جزء آنتی اکسیدان های تقویت کننده سیستم ایمنی بدن محسوب می شود. این آنتی اکسیدان همچنان می تواند از حساسیت بکاهد. توجه داشته باشید که سیب با پوست، توت‌ها، انگور سرخ و چای نیز از منابع خوب این آنتی اکسیدان ها هستند. توصیه می شود به سالادها و کلاً غذاهایتان پیاز بیشتری اضافه کنید. ماست. باکتریاهای زنده موجود در محصولات شیری مانند ماست به سلامت رودک کمک می کند که این مسئله به افزایش مقاومت سلولهای ایمنی بدن منجر می شود. این ترکیبات نیز تاثیر مثبت روی کاهش عکس‌العمل‌های بدن به ترکیبات آلرژیزا دارند. نتایج تحقیقات محققان ایتالیایی نشان می دهد تولید هیستامین در بدن افرادی که به مدت 4 ماه روزانه 2 کاسه ماست مصرف کرده اند به میزان 2 برابر کمتر از افرادی است که روزانه شیر کم چربی خورده اند. علاوه بر این علائم آلرژیک آنها نیز به مراتب کمتر بوده است. همچنین محققان معتقدند کودکانی که مادرشان در دوره بارداری به طور مرتب ماست مصرف کرده اند کمتر در بزرگسالی به مشکل آلرژی یا حساسیت مبتلا می شوند. توصیه می شود روزانه 2 کاسه ماست یا یکی دیگر از محصولات تهیه شده از شیر را میل کنید. بادام، جوانه گندم و سبزیجات برگ سبز. نتایج تحقیقات که در آلمان و روی نزدیک به 1700 بزرگسال غیر مبتلا و مبتلا به تب برخاسته از حساسیت انجام شده نشان می‌دهد تاثیر این بیماری در افرادی که مواد غذایی سرشار از ویتامین ای مصرف می‌کنند به میزان 30% کمتر از افرادی است که از این مواد غذایی مصرف نمی‌کنند. توصیه می‌شود تا جایی که می‌توانید مصرف سبزیجات برگ سبز، میوه‌های خشک چون بادام را بیشتر کنید. 30 گرم بادام حدود 7 میلی گرم ویتامین ای به بدن میرساند.
شنوندگان عزیز برنامه، جهان سپاس از تک تکتان که تا ایدم با ما همراه بودید. این بود گردآوردهای برنامه این هفته عروج. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز میسپاریم. بقیه برنامه‌های رادیو شیبر همچنان دنبال کنید. روزتان خوش.